کسایی که سر ریش ریشخند میزنن، همین کسی را که دیریش هم میبینی که در سیمای ریش آدم تروریست هم میبینه، شما میره باور میکنین؟ در روز قیامت کت فرعون و هامان و شداد و نمرود حشر میشه در صف کفار. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما تنها نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان طی یک نشست خبری در استانبول ترکیه منع ریش در کشور را تصدیق کرد. باز همین ریش، همین کسی را که دیریش هم میبینی که در سیمای ریش آدم تروریست هم میبینه، شما میره باور میکنین؟ یه بار همین تروریستا را طالبا را ببینین ریشاشون دویدگی تو روشونه. بدا به حال کسی که در روز قیامت بخیزه و قرار رفته در صف مسلمان ها ایستاده است و ملائکت صدا کنند که حکم الله متعال است و امتاز اليوم ایها المجرمون. ای کسایی که سر ریش ریشخند میزنین برین برای صف مسلمان ها که شما کافر شوین، شما مجرم. على الحسن الأبقى أضفيت على الحسن الأبقى.